چین قدیم و امپراتوری آن. چین یکی از کشورهای بزرگ صاحب تمدن و قدیمه در شرق آسیا است. چین با فرهنگ خود از دیگر منطقه ها کلاً فرق میکرد. در گذشته وقتی که یک نفر از چینی یک نفری با نفوذ وفات میکرد، با او همه آلاتی که داشت و حتی خوراک هم در یک جایگی به قبر میسپردند. امروز ما درباره نخست امپراتوری چین شی هانگ سخن میگوییم. این شخص بزرگ ماه فوریه سال 259 قبل از میلاد چشم به عالم هستی گشوده است. زادگاه وی شهر هاندان است. چین شی هانگ در خاندان قدرتمند به دنیا می آید. در همان وقتها چین یک پارچه نبود. وقتی که پدر او از عالم چشم می پوشد، قدرت به دستی او می افتد. او می خواهد چین را یک پارچه کند. چین شی قوی ترین ارتش را شکل داد. او توانست چین را یک پارچه کند و در سن 38 سالگیش نخست امپراتور چین گردید. وی در دوران خود قانون برآورد. در این قانون آمده بود هر کس می تواند زمین بخرد. پیش از این گونه نبود. البته چین شی در تمام چین واحد پولی را یگانه کرد. بعضی مردمان چین زبان همدیگر را نمیفهمیدند. چین شی زبانی را انتخاب کرد تا همگان بفهمند و این زبان هم زبانی یگانه باشد. ساختمان قبر چین شی 38 سال دوام کرد. البته از دوران زنده بودنش، چونکه خودش فرموده بود تا قبرش را بنیاد کنند. او می گفت وقتی که من بمیرم سپاه مخصوصم را با من بگذارید، چونکه دشمنانم زیادند. در زندگی بعدی هم به من حمله خواهند کرد. مورخان می نویسند که برای بنیاد قبر چین شی 750,000 نفر کار کردند. در این مجموعه 8,000 سرباز را مجسمه آنها را ساختند. یگان تای آنها به هم مانند نیستند، گوناگونند. این امپراتور بزرگ در سال 210 قبل از میلاد از عالم چشم می‌پوشد. هنوز هم قبر او آماده نبود. بعد از 4 سال این قبر پورا آماده می شود. لیکن چین شی را همان وقت در همین جا گرانیده بودند. این آرامگاهی بزرگ و مخفی در سال 1974 میلادی رونمایی شد، پیدا شد، مردم دیدند. از این مزار هم 40,000 سلاح نظامی پیدا شده است.